تاریخ محاربی میگوید در تفسیر، روزی میگه در بازار نگاه کردم یک جوان آوازی بلند فریاد میزد، کسی بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله در نزد خدا نجات مییابد. و از پس او نگاه کردم یک مردی را که یک سنگ در دست داشت، گاه در پشت این جوان میزد، گاه در پای این جوان میزد. این بازار ظلمجاز بود میگه در مکه مکرمه. وقتی من پرسان کردم حیرت نماندم این جوان کیست و این مرد کی باشد. گفتند این جوانی که میبینیم مردم را دعوتی به لا اله الا الله محمد رسول الله کرده ایستاده است، این محمد است صلی الله علیه و سلم. و این مردی که از پس او میزند و پشت مبارک اینو پایهای این خونالود کرده است، این ابو لهب است، این شوهر ام جمیله است. شوهر جدا آزار میداد، زن جدا آزار میداد. تاریخ